علی جان سلام، با یک وارشتاک دیگه در خدمت مخاطبین خوب وارش اسپورت و داماشیای عزیز هستیم و باز هم یک باخت دیگه و باز هم حواشی مثل هر هفته دیگه. سلام به شما و همه مخاطبین وارشتاک، هواداران داماش. و خب این چیزی بود که ما پیش بینی کرده بودیم دیگه علی حسن. تو برنامه صبحگاهی هفته پیش گفته بودیم ما حالا میریم اونجا و بالاخره میبازیم بر اساسش تو چیزایی که رکوردایی که به جا گذاشته بودیم بر اساس سوابقمون. البته اینو بگم ما واقعا تو نیمه اول اون بازی من اصلا احساس میکنم داماش متحول شده، اصلا یا سنگون خیلی بد بود یا ما خیلی خوب بودیم و گل خیلی زیبایی زد زاهد توار و میتونستیم بازم حتی تا همون نیمه بیشتر هم بزنیم. بعد این که حتی نیمه دوم اون گل زیبا و عجیب غریب و گل تساوی رو خوردیم، بازم موقعیت داشتیم ما که گلشون سیف کرد و متاسفانه دوباره همون اتفاق تکراری افتاد. من واقعا بعضی وقت دیگه خودم میمونم، یا نمیدونم، بعضی وقت ممکنه بگه بدشانسیه، بعضی وقت ممکنه بگه اصلا تیم رویه‌ای کم میاره، بدنی کم میاره، اصلا شاید ترکیبی از همه باشه، ولی چیزی که شده و یکی از روزایی بود که واقعا اعصاب هوادار رو خراب کرد. واقعا هوادار دیگه به اون نقطه جوشش رسیده. حالا این بازی که داشت انجام میشد میدونی که من خودم نبودم، اعلام کرده بودیم بازی و متاسفانه یا خوشبختانه اعصاب هوادار خراب نشد، نتونستیم در کنار هم ببینیم توی یوتیوب برخلاف بازی قبلی. من اون لحظه‌ای که دانش داشت بازی میکرد تو جاده تهران به رشت بودم، تا هانیه‌ام بود. بعد به هانیه داشتم میگفتم خب بازی چنده چطور شده؟ داماش یه گل زد، کی زد؟ زاهد توار زد. ایول نیمه اولو بردیم. بعد نتیجه چی شد؟ 1-1 مساوی. گفت حالا شاید مثلا حالا با یه امتیاز برگشتیم، مثلا 2-1 باختیم، دقیقه نیمه 80 چند گل خوردیم. بعد من نیمه اول که بود یاد وارشتاک قبلی افتاده بودم، گفته بودن که مثلا ما نیم فصل اول بیش از 3 امتیاز میگیریم، ما داشتیم صحبت می‌کردیم، گفتم الان زنگ بزنم به علی بگم دیدی مثلا امتیازی خب نشد اینجوری واقعا. و حالا این بازی بعدمون هم که خیلی افتضاحه، حالا راجعش صحبت می‌کنیم، ولی دیگه خورد تو ذوقمون دیگه حسابی. من خودم اگه می‌خواستیم اول امتیاز خارج از خونه بگیریم اصلا خوشحال‌تر بودم. زنگ آره. حالا ترکش هم داشت دیگه این باخته. حالا نمیدونم ترکش مستقیم واقعا این باخت بود یا چون تیم به نظرم خوب بود در کل. حالا درسته نزد ولی به نظرم تیم داشت خوب بازی میکرد به نسبت. ترکشش هم این شد که آقای نظر محمدی برکنار شد و آقای کلانتری گویا قرارداد صحبت شده، حالا قراردادشون هنوز ثبت شده یا نشده معلوم نیست، ولی به هر حال ببین من حقیقتا بعضی وقت با خودم فکر میکنم بعد اینکه خبر آقای کلانتری اومد مثلا خب این چیزی بود که از اول فصل انتخاب شده بود. یعنی اگه قرار بود با همون منوال پیش بریم شاید الان اصلا ما یه جای دیگه جدول بودیم، شاید تیم دیگه ای داشتیم. حال اون اشتباهاتی بود، اتفاقاتی بود که اون متقاضی قبلی تیم داماش آقای بهاروند حالا انجام داد، نتونست به وعده‌اش عمل کنه و منجر به این شد که اون کادر فنی بره. باید ببینیم یعنی ببینیم چه اتفاقاتی افتاد که باعث شد آقای کلانتری بره، آقای فراهانی بره، آقای نظر محمدی بیاد، آقای نظر محمدی دوباره رسیدیم سر خونه اول. و حقیقتا من نمیتونم با آقای نظر محمدی زیاد خوردگی بگیرم و من یه پرانتز فقط میونه صحبتت باز کنم. ما خودمون هوادارا همه تقریبا مخالف حضور نظر محمدی بودند. آره ولی به اتفاق زمانی که نظر محمدی بود دیگه حالا کاری که نباید اتفاق میافتاد اتفاق افتاد، ولی حالا هست. ولی خواه ناخواه با تمام تلاشی که همون میدونیم انجام داد اون شاید اون نتیجه‌ای که باید رو توی مسابقات به دست نیاورد. یعنی بازی تیم شاید یه جاهای بهتر شد ولی خیلی همیشه به همون نتیجه دقت میکنن و
نتیجه اون چیزی که مد نظر خیلی بود شاید نبود و وقتی مالک جدید اومد خب طبیعتا افکار جدید خودش رو داشت و به هر حال نفرات خودش رو مد نظر داشت و تا جایی که احساس کرد میتونه با همین کادر فنی قبلی ادامه داد. به هر حال شاید این نتیجه نگرفتنه براش بهانه خوبی شد که بتونه آقای نظر محمدی کنار بذاره. به هر حال برای ایشون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم که جای دیگه که میره موفق باشه و اتفاقات دیگه نیفته مثل دفعه قبل که از داماش رفته بود و دیگه یه جورایی در موضع تندی در قبال داماش داشته. نه به هر حال دیگه با وضعیت فوتبال استان و با داماش اینا دیگه هم آشنایی، هر کی میاد یه روز میره. مثلا همین آقای کلانتری اول فصل اومده بود همجوری رفت، هیچ حرفی نزد، هیچی نگفت، الان دوباره برگشت. این کاش برای مربیای بومی اونم همین اتفاق بیفته. نسوزن خیلی ساده بخوام بگم. آره ببین حالا آیا علی نظامی فعلا رفته هیچ واکنشی نشون نداد. خیلی از بومیای دیگر رو منظورم فقط سرمربی نیست، کل کادر عوامل بازیکن‌ها مثلا انگار یه حقی چیزی طلب دارن، یه جایی برکنار میشن دیگه کلا موضع میگیرن، میون زد من اینطوری کردم فلان کارو کردم. با فوتبال یه روز باید بیا یه روز باید بری دیگه. اون چیزی که تو داماش همیشه ثابت هوادارش بازیکن و مربی میان و میرن، نه آدم احساس کنید طلبی داره از تیم، نه حقی برگردن تیم داره و اینا دیگه. یه روز آدم میاد یه روز میره، زیاد جدی نگیر. آره علی حالا اون حالت رو تصور کن که ما این ترکیب از بازیکن‌ها رو نداشتیم، یعنی حداقل 5-6 نفر متفاوت بودن. در چنین حالتی فکر نمی‌کنی که هر مربی بود میتونست نتیجه بگیره و بالعکس؟ یعنی اگر مثلا حتی نظر محمدی یا فراهانی اون 4-5 نفر دیگر رو داشتن شاید اونا میتونستن نتیجه بگیرن. منظورم سود نیست، منظورم نبودن تو این وضعیت اسفناکه. اولا که اینو باید در نظر بگیریم که اون چند نفری که اگه مربوط به همون نفرات اول فصل منظورته، حالا نه الزاما همونا ولی تفاوت با این ترکیبی که الان هست. خب مثلا دارم اونو مثال میزنم، همون نفرات بعد اینکه آقای کلانتری رفت خب اونا هم میتونستن بمونن، خود آقای فرانی نخواست، بس هرچی از تقصیر خودشه. نه خب نظر محمدی جریانش متفاوته. نظر محمدی میگم اصلا خودش وضعیت خوب دید دیگه، تیمی که نفراتش مشخص بود و اینا. شاید انتظار داشت که مثلا با حضورش مثلا چه میدونم یه بازیکنی که قرار بود گرفته بشه یا مثلا تا نیم فصل نگهش دارن، نمیدونم، میگم شاید واقعا چنین انتظاری داشت. من کلا نظرم با توجه به این که مهره اصلی مد نظر مالکیت نبود، شاید از نظر خودش به لحاظ ترکیبی به لحاظ سرمایه گذاری به صرفه نبود برای مربی که شاید بخواد به زودی برکنارش کنه بازیکن بگیره. و حالا 2-3 هفته‌ای که مونده برای نیم فصل آقای کلانتری باید فعلا فکر کنم با همین نفرات سر کنه. تا الان هنوزم میتونن با توجه جای خالی که داریم بازیکن بگیره و الان میتونن مثلا توی این فرصت که به نیم فصل رسید تیمو با نظر ایشون تقویت کنن و از این لحاظ خب باید جور در میاد. فکر کنم واسه همینه که برای آقای نظر محمدی بازیکن نگرفتن، چون که حرف حدیثی هم نمونه با مربی که بگن مربی اومد بگه اونو من نگرفتم مربی قبلی. خب مشخصا از همون اول به فکری نبودن که آقای نظر محمدی نگه دارن با توجه به اتفاقاتی که افتاد. علی جان من خدمت مخاطبین خوبمون این رو بگم که مثل قسمت‌های قبل توی این قسمت هم حتما جوایزی رو برای شما در نظر گرفتیم. کافیه که خورده توی کل ویدیو دقت کنید و احیانا کد شارژ یا کدهای شارژ رو بتونید پیدا کنید از اپراتورهای مختلف کشور. و توی این قسمت هم به هر حال این بحث رو ما داریم. علی حالا یه چیزی که ما توی صحبتامون یادداشت نکردیم که راجعش حرف بزنیم و دوست دارم که به این قضیه اشاره کنم اینه که الان ما این برنامه رو داریم حدود ساعت 9 صبح ضبط می‌کنیم. 9 صبح یک شنبه، یعنی سه شنبه‌ای که بازی با نفت و گاز رو در پیش داریم. هنوز که هنوزه بحث مالکیتی باشگاه قطعی نشده. یعنی درسته جناب آقای آرمان رفتن سر تمرین، درسته که یک قول و قرارهای گذاشته شد، منابع ما به ما میگن که هنوز این بحث مالکیتی نه تنها قطعی نشده بلکه باز هم در حاله از ابهام قرار داره. خودت خب میدونی ما قضیه رو خیلی نمیتونیم باز کنیم، ولی چیزی که قطعیه اینه که
امروز فردا خبرهای تازه‌ای قطعا میاد. اینکه آیا بحث حضور و ثبت پروانه آقای نعیمی پور قطعی میشه یا نه، این چیزی که امروز فردا احتمالاً مشخص میشه. یعنی ما کل این صحبتایی که داریم میکنیم در مورد سرمربی، نمیدونم بازیکن فلان، همه اینا میتونه در حاله از ابهام قرار بگیره، چون اصلا ممکنه آقای نعیمی پور نباشن. یعنی با این چیزی که الان وجود داره و ما داریم میبینیم، حالا احتمالش کمه، یعنی نه اینکه، ولی غیر ممکن هم نیست. یعنی چیزی نیست که قطعی و 100% شده باشه. بحثی وجود داره اینه. در این مورد صحبتی داری؟ چون دیدم چهره‌ت عوض شد. بگم یعنی تا اینجا فصل رسیدیم هنوز داریم خیلی بده. یعنی بکن الان ما 3 تا بازی داریم تو این فصل. ما به نظرم تا هفته آینده حداقل اون یه دونه بازیکنمون رو باید بگیریم. توی نیم فصل هم باید اون 5 تا بازیکن رو تعویض کنیم. اگر این اتفاق نیافته من میتونم بگم که سقوطمون قطعیه. حالا با آقای نعیمی پور، بی آقای نعیمی پور، این بازیکن‌ها باید تعویض بشن و بازیکن‌های جدید باید جذب بشن و این اتفاق اگر نیافته دیگه باید دنبال اصطلاحاً معجزه باشیم که ما بمونیم. ما علی جان داشتیم حساب می‌کردیم حداقلش ما 20 امتیاز در نیم فصل دوم نیاز داریم که بتونیم بمونیم و این با این تیم فعلی کار سختی. حالا اصلا شما فرگوسن هم بیاری، من به نظرم کار سختی اصلا هیچ تفاوتی نداره که مربیمون کی باشه. موافقی؟ دقیقاً. و ببین این هر چقدر این قضیه طول بکشه بیشتر به ضرر تیم. من نمیدونم، یه توافق کردن و پول پرداخت کردن حالا اینقدر قضیه پیچیده‌ایه. خب وقتی اومدین تیمو بگیرین دنبال این همه حکم و اینا، میگی من دادگاه رفتیم و اینا، خب بالاخره باید اون مبلغ انتقال تیم پرداخت بشه دیگه. الان چیزیه که من میدونم خیلی‌ها میگن تا الان پرداخت نشد. آره علی، حالا یه بحثی که وجود داره اینه که اینا اختلاف نظر دارن دیگه. یعنی به حال بارها در این مورد صحبت کردن، اضافه گوییه. فقط 2 تا بحث وجود داره، 2 تا مسیر هست که جفت آقایون میتونن طی کنن که به نتیجه منجر بشه. یه بحث قانونیه که برن تو دادگاه و شکایت کشی که در نهایت ببینن حق با کیه، که یا حق با آقای نعیمی پور میشه که تازه اون موقع باید بیان تیم رو بگیرن، یا حق با آقای زحمتکش میشه که ایشون حالا تازه دوباره باید بره دنبال مالک جدید. این یک مسیرشه. یک مسیر خیلی ساده ترش اینه که جفت عزیزان یه خورده از موازهشون کوتاه بیان، قضیه یه جوری حل شه برای منفعت این باشگاه، برای منفعت این تیم. من فکر میکنم این دومی خاص تمام هوادارا و مسئولین باشه، خاص مردمه به نظرم. باید دید ببین کدومشون بیشتر طول میکشه. قطعاً اولیه بیشتر طول میکشه. اصلا از هر بچه‌ای بپرسید میدونه که کار حقوقی چقدر زمان بره. من میدونم که خب حالا شاید مثلا دنبال این راه باشن که مثلا با هزینه کمتر این کار رو تموم بکنن که تیم بهشون داده بشه، ولی ببین این هزینه کمتر تموم کردن برای اینکه فقط یه مالکیت بهشون داده بشه باعث میشه که برای تیم هزینه داشته باشه، هزینه بدی داره، هزینه به اندازه یه سقوط دیگه کلا. علی اصلا قضیه رو من میخوام خیلی ساده کنم. خب ببین این آقایون جفتشون مدعی مالکیت یک تیم لیگ یکی هستن دیگه. جریان میخواد ادامه پیدا کنه. یه تیمی دارن که کلی بدهی دستشه و سقوط کرده به لیگ 2 و ارزش مالی بالایی هم نداره. یعنی در هر صورت در اون حالت جفت این عزیزان ضرر میکنن، در هر کدومشون بخوان مالک بشن. این حقیقتیه که وجود داره. اصلا بحث حالا هوادار و احساسات هوادار و نمیدونم منفعت شهر و این داستان اصلا به کنار. ببین اصلا خب این بخوای اینطوری قضیه رو طول بدی که نهایتا منجر به بحران بیشتر تیم بشه و سقوط، بعداً با چه پشتوانه اون شخص میخواد بیاد تیم داری کنه وقتی با کارهایی که میکنه باعث میشه که تیم ضرر کنه، هوادار روزگار بدی رو بگذرونه اینا. خب وقتی یک کاری میتونی سریعتر انجام بدی که تیم به سر و سامان برسه، نظرم طول دادنش هیچ ضرورتی نره و اگر این ور هزینه کمتر بکنی اون ور هزینه هم مادی و معنوی خیلی بالاتری براتون و اصلا میگم حالا معنویش اصلا بخوره بر سر ما
مادی خودتون ضرر میکنید، تیمتون میره دیگه بحث 2 تا 4 تا دیگه. شاید اصلا زمانی که دیگه تیم سقوط کرده شاید دیگه اصلا تمایلی نشته باشه بعد اون مدت. آره موقع تیم رو شما رایگان بدید ما سود کردیم. موقع دیگه ما چیکار باید بکنیم؟ اصلا میگم ما پیچی، شما چیکار میکنید؟ شما باید چیکار کنید؟ داماش باید چیکار کنه؟ تا زمانی که اوضاع بیشتر از این بیخ پیدا نکرده به نظر من بشینه. قدیمی هم یه اصطلاح میگن دیگه، جلوی ضرر رو هر وقت بگیری منفعت دیگه. ما یه بحثی داریم، یه نفر نمیخواد تیم داری کنه، یه نفر میخواد تیم داری کنه. آقا میخواد تیم داری کنه، خب پول بده تمامش بره، یا یه جوری توافق کنه، یه توافق کنیم بره دیگه. ما تا کی باید در این مورد صحبت کنیم؟ علی بریم یه میان برنامه ببینیم. آره یه ذره به اعصابمون هم مسلط بشیم، برگردیم. صحبت هنوز بسیاره. خب برگشتیم با ادامه برنامه پس از یک وقفه نسبتاً کوتاه. خب صحبتی. آره ما 2 تا بحث دیگه داریم. یکی از بحثایی که مونده بحث حکمیه که کمیته انضباطی برای ما صادر کرده در خصوص بازی با شهررات، بازی که آخرشون پنالتی عجیب غریب گرفته شد و حکمش هم به ضررمون اومد و حالا اگه موافق باشی حکم رو کاری نداشته باشیم، یه خورده خیلی کلی‌تر صحبت کنیم در این حال. خب اعتراضایی شده بود، جریمه‌ای که شد. آره. اون هیچ اهمیت. علی نمیدونم در جریان هستی یا نه، یه اتفاقی داره توی لیگ برتر و لیگ 1 امسال میفته که مشخص هم هست، تیم‌هایی که این کارم کردن مشخصه و اون اینه که یک سری از این تیم‌ها به عنوان پرسنلشون دارن یک سری از داورهای بازنشسته رو استخدام میکنن. در ظاهر استخدام این افراد برای اینه که مثلا در مورد نکات داوری به این تیم‌ها توصیه کنن، مثلا اگر فلان اتفاق افتاد فلان واکنش رو نشون بدید از این حرفا. ولی در عمل اتفاقی که داره میفته اینه که سودهای 50-50 یا حتی سودهای برعکس داره به سود این تیم‌های خاص زده میشه. هم توی لیگ برتر این اتفاق داره میفته، هم توی لیگ 1 و قضیه خیلی طبیعی و بدیهی هم داره پیش میره. یعنی خب آره دیگه، ما اینا داوره بازنشسته هستن، حق دارن استخدام بشن، توی هیئت مدیره باشگاه هستن و جالب اینه که به عنوان کارشناس داوری هم میاد با این افراد صحبت میشه. یعنی این سایت‌های خیلی شفاف و واضح بخوام بگم در ایپیتی میان به اون صحبت اون داورایی که استخدام اون باشگاه هستن استناد میکنن، میگن پس بله دیگه مثلا این قضیه داوری درست بود، یا پس آره دیگه حق مثلا فلان تیم خورده شد، با استناد به صحبت همون کسایی که در استخدام این باشگاه هستن به عنوان پیشکسوت داوری. بکنم بارزترین نفری که حالا این چیزا حالا اسم چیز نبریم، تو باشگاه تراکتور هست. آره تو تراکتور که هست، قبلا یکی از کارشناسا تراکتور که آره واضح و شناخته شده است. حالا در مورد لیگ 1 این قضیه داره اتفاق میفته همین الان و این فکر می‌کنم سرنخ خوبی باشه کسایی که بخوان این قضیه رو دنبال کنن. یعنی من انتظار دارم واقعا واحد حقوقی باشگاه‌ها، نمیگم باشگاه داماش، این قضیه رو بتونن با همکاری هم یه جوری پیش ببرن و توی مراجع بالاتر این قضیه رو بخوان دنبال کنن. خیلی قضیه 2 تا 4 تاییه به نظرم. یعنی به نظرت اون تیمایی که تو رده‌های بالاتر لیگ 1 هستن همچین نفراتی استخدام؟ بله. حالا در این مورد حتی حالا اسنادی هم به دست ما رسیده، اگر لازم باشه در این مورد میتونیم به موقع در موردش صحبت. آره به موقع میتونیم، چون الان فعلا اصلا تو جایگاهی نیستیم میخوایم داریم. آره از میگم مثلا مسئله داماش هم نیست فقط، میگم مثلا بحث داماش نیست، یعنی کار میشه گفت سازمان یافته‌ای که داره اتفاق میفته. بعضی وقتا حالا یه سری مخاطب زیر بغل و ماربینی داریم که الان میگن شما تو این وضعیت چرا دارین در مورد این چیزا صحبت می‌کنید. آره. فعلا تمرکزمون رو بزنیم روی داماش. آره فقط میگم گفتم که در جریان باشم، میگم اسنادش هم به صورت قطعی به دست ما رسیده. حتی اسناد خاصی نیست، میگم خیلی شفاف و واضحه. یک سری داور بازنشسته به عنوان پرسنل باشگاه استخدام شدن.
به نظر این چیزی که باید جدی پیگیری بشه، اصلا چیز مخفی هم نیست. آره حق خیلی چیزا ضایع میشه. حالا تو این وضعیتی که الان هیچ تیمی الان تویش سطحی از فوتبال ما وی آر و این چیزا نیست، هر تصمیمی واسه خودش هر جوری گرفته میشه، واقعا خیلی از نتایج داره از جاهای دیگه تعیین میشه. علی مثلا این سر چیه؟ مثلا مسئله حتما اینطوری نیست که تو اخراج بیای بکنی پنالتی بگیری فلان، کافیه اون سوتای 50-50 رو جهتدار بزنی، اوت اضافه بگیری، کورنر بی ربط بگیری. ما کسی که بازی میبینیم دیگه خودش مشخصه. ببین اصلا تو قشنگ یه داوری که از این لحاظ حرفه‌ای باشه میدونه کجا چه سوتی رو حالا بزنه اشکال نداره، کجا بزنه اشکال داره. قشنگ اون چیزی که اشکال داره برای اون نتیجه مد نظرش نمیزنه. اصلا از نوع قضاوت کردنشون مشخصه، اصلا از زبان بدن، از حرکات، همه چیشون مشخصه. اصلا هر بیننده عادی میتونه تشخیص بده. این حکمی که اومد یه نکته پنهان و جالبی هم برای من داشت. حالا نمیدونم دوستان به این قضیه دقت کردن یا نه. توی این حکم انضباطی که اومد آقای نعیمی پور که جریمه شدن ازشون به عنوان مالک نام برده شد. یعنی از نظر به هر حال فدراسیون که میشه گفت در واقع سازمان لیگ یا مثلا بخش انضباطی در واقع سازمان لیگ و فدراسیون به هر حال آقای نعیمی پور مثل اینکه مالک هستن. دیگه از حکم اومده بودم منتسب به داماش، اصلا اینجوری کامل نگفته بود. نه اصلا این در خصوص مالک برای خورده بود. حالا به هر حال حکم اینجوری بود و اینم جالب بود به نظر من نوع خودش. آره الان مونده که فکر کنم چون به این شکل معرفی شدن دیگه. آره حکم موقت و این چیزا داشتن. آره حالا قضیه قطعی بشه واسه شد. آره دیگه صحبت هم در این مورد زیاد کردیم. آره. برسیم به بازی بعدیمون با نفت و گاز گشتساران و دو بازی بعدترش. خب گشتساران مثل هفته قبل که با مثل سونگون بازی یه تیم صعود کرده دیگه از پارسا با هم همگروه بودیم، تو رشت بردیم اونور باختیم و تیمیه که مثل سونگون مثلا به عنوان تیم تازه صعود کرده فراتر از انتظار نتیجه گرفته. سرمربیش آقای پیروز قربانی که دیگه هم میشناسه. بعد خیلی تیم خوبی بود. البته تو چند هفته اخیر تعداد برداش زیاد خوب نه. یه دونه برد خیلی خوب مقابل پارس جنوبی آورد 4 تا زد. البته خب پارس جنوبی با تمام خوب بودنش بعضی وقت باختای بدی داده. یکی از اونها بود. و هفته قبل هم البته مغلوب چیز شد. فجر بود فکر کنم. خاطرم نیست. آره یه 3-1 باخت بالاخره. فجر نباشه نفت مسجد سلیمان. از مسجد سلیمان باخت و در کل تو هفته‌های اخیر خیلی به جز اون بردش مقابل پارس جنوبی نتایج خیلی خوبی نگرفت، ولی به هر رتبه ششم. حالا تو حتما پیش بازی این بازی نفت و بازی گشتساران هم می‌نویسی، ما توی اینستاگرام و سایتمون منتشر می‌کنیم و مخاطبمون حتما با جزئیات بیشتر در مورد این تیم می‌خونن. نتیجه فکر می‌کنی چی میشه؟ آره حالا بذار یه جور دیگه تصور کنیم. رو کاغذ که میبازیم فکر نمی‌کنم کسی هم در این مورد شکی داشته باشه، ولی چطوری میشه این بازی رو حالا نبازیم؟ یعنی چه اتفاقی باید بیفته که نبازیم به نظرت؟ اصلا چرا نبازیم؟ چون دو تا پنالتی برام بگیرن مثلا بازم نبازیم. نه خب من اصلا نمیدونم. سعید طالبی که نیست محروم شده، جلو همجوری ضعف داشتیم بدتر هم شد. میبازیم. آره خب نتیجه به نظر من هم 1-2 این چیزا میشه. بازی بدترش ببین مگر اینکه خب بخواد تو این مهلت کمی که حالا اگه آقای اصغر کلانتری امضا بکنه بیا سر تمرین و اینا این مهلت کم بخواد تاکتیک چیزی دیروز تیم با همین کادر آقای کلانتری تمرین کرد تو خودشون نبودن سر تمرین. و اگه اینکه حالا میگم تو این مدت کوتاه بخواد تاثیر خاصی بذاره، وگرنه من همون روال قبلی رو میبینم. حالا گفتی بازی‌های بعدی، بازی بعد گشتساران ما هفته بعد با خوش طلایی بازی داریم. خوش طلایی حالا امسال زیاد اوضاع خوبی نداشته، به نظر این بازی است که بتونیم 3 امتیاز بگیریم حتی با همین نفرات با همین بازی بدتر با سایپا. بازی بدتر خب با سایپا به رغم اینکه یک از تیم‌های نسبتا خوب بالا نشینه ولی بگیر نگیر زیاد داشته و بعضی باختای عجیب هم داده. اون روز اگه هوادار همراهمون باشه شاید بشه کاری.
شاید بشه. یعنی تو فکر می‌کنی که ما اولین امتیاز خارج از خونه‌مون رو در آخرین بازی خارج از خونه میتونیم بگیریم؟ احتمالش هست، بستگی به حضور هوادار داره. البته خب حالا امیدوارم خودت هم که فکر کنم بریم. تمام تلاش 2 هفته همراه با وارش نداشتیم، در عوض 2 هفته پشت سر هم داریم. تمام تلاشمو میکنم. دلمون تنگ شده برای ولاگات این هفته هم نداریم، ولی در عوض 2 هفته پشت سر هم امیدوارم داشته باشیم. برای نیم فصل ما سعی میکنیم که حالا یه خورده ویژه برنامه داشته باشیم، یعنی حالا یا ولاگ‌های متفاوتی بگیریم، در گوشی بهتون میگم که ممکنه چند تا سفر داشته باشیم و آره سعی میکنیم که خلاصه خوش بگذرونیم و شما رو هم سرگرم کنیم در میان در واقع نیم فصل اول و نیم فصل دوم. یه مهمان داره برنامه. آره یک مهمانی هم داره اضافه میشه اون برنامه‌مون که نه در واقع اومدن اینجا ما دیگه برنامه رو ببندیم دیگه. بس دیگه ببندیم. آره نتیجه رو بپرس. نتیجه آنیه تو چی فکر می‌کنی؟ 0-0 یعنی امتیاز میگیریم. میشه. ببین آخه خودت نگفتی به نظر چی می‌بازیم؟ چی بازیم؟ و چیه آخه می‌بازیم خب، ولی فوتبال دیگه، یعنی ما همیشه همین حرفو زدیم. اتفاقات ممکنه بیفته ولی رو کاغذ حساب کنیم، با این توان فعلی حساب کنیم، هر جوری حساب کنیم می‌بازیم، ولی خب به هر حال شوک هم نمیاد. به نظر بازیکن شوک خوردم واقعا با این تغییر. نه منم حقیقتا چنین حسی رو دارم. حتی اگه نخوایم به بازی مثل بازی‌های مثل شهرراز و مثل سونگون یه چی میشه باز می‌بازیم. اصلا یه اتفاق عجیب غریب میفته، یه چیزی میشه می‌بازیم. منم اینطور فکر می‌کنم. ولی امیدوارم نباشه. باور کن بازیکن مثل سونگون تا 100 سال دیگه اونجور گل نمیتونه بزنه. بازیکن ما تا 100 سال میتونه اینجور گل بزنه. ولش کن. تا برنامه بعدی ازتون خداحافظی می‌کنیم.